سلام دوستان گلم، امروز میخوام یه غذای ساده و فوری و خوشمزه رو بهتون معرفی کنم. خوشحال میشم که نظراتون رو به ما بگید. با ما همراه باشید. سیب زمینی ها رو رنده میکنیم. هویج رو رنده میکنیم. یه عدد پیاز بنفش رو نگینی خورد میکنیم. پیازها رو به روغن سرخ شده اضافه میکنیم. هویج رو اضافه میکنیم. سیب زمینی ها رو اضافه میکنیم. پیازچه خورد شده. یک قاشق چایخوری نمک، زردچوبه، فلفل سیاه. در ظرف جدا 3 عدد تخم مرغ، کمی فلفل قرمز، هم میزنیم. کمی جعفری خورد شده، حالا همه مواد رو با قاشق پهن میکنیم. بهش کمی پنیر پیتزا اضافه میکنیم. و در آخر تخم مرغ ها رو به مواد اضافه میکنیم. پهن میکنیم. در تاوه رو میذاریم. بعد 20 دقیقه غذای ما آماده است. نوش جان.